میخوام ببرمتون پت سمارت. اینجا که میبینید قسمت ماهی ها و خزندگان و اینا هست. ماهی ها رو میبینید که توی آکواریوم های خودشون هستن و دارن کارهای بده میکنن برای خودشون. ببینید اسمشون و نوعشون رو نوشته و شما میتونید این ماهی ها رو برای خودتون خریداری بکنید بذارید توی آکواریوم خودتون. چقدر کوچولو هن اینا چقدر خوشگلن، رنگ‌های مختلف، فسفوری هن، مثل ماژیک فسفوری. این قسمت هم همستر ها هستن. ببینید خودش رو فرو کرده توی غذا و داره خودش رو خفه میکنه، احساس میکنه. ما نمیبینیمش. اینم این تو اگه دقت کنید خوابیده. لوک خوابیده، خوابای خوبی برای خودش میبینه. اینم رفته توی ظرف خودش داره پرگیری میکنه. No, that orange one in the poem was pretty, but the woman never calls me back and been able to read them. Did you happen to ask? برای خریدن هستم. من کلا خریدن رو پیشنهاده میکنم. اینو ببینید. کلا این ساو موش آزمایشگاهیه که داره برای خودش میدوه و این ترسید رفت توی جای خودش. برای کسایی که علاقه به پرنده دارن این یکی دیگه است. کسایی که علاقه به پرنده دارن اینا یادم بهشون گفتن فینچ هم میگه. تو انگلیسی هم بهشون میگن فینچ کوچولو. این قسمتی که شما میتونید بیاید اینجا و گربه خودتون رو به سرپرستی بگیرید. اینا همه پیدا کردن برای خودشون. مثلا اینجا نوشته I found a home. خونه پیدا کردن برای خودشون. No, here's what I want to do. You go back and then take a picture. ما خواب اینها مزاحمشون شده متاسفانه. یکی همینجاست. یکی اینجا من ندیدم اینا رو چرا که اینم خوابیده و یکی هم اگه دقت بکنید اینجایی میبینینش بکنم این کله گیگیدیشه خانه هستن که اومدن اینجا فکر کنم میخوان اینا رو به سرپرستی بگیرن و دارن ازش عکس میگیرن. ببینید تور امروز هم به پایان رسید دوستان. امیدوارم که لذت برده باشید. این هم یک دونه سگ هست که اومده برای خودش چیزهای گیدگیدی بخره. بستنی خریدم. ببینید کی